سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام یه چند تا نکته در مورد جلسات هیئت حل اختلاف بگم. اما منتها این دفعه میخوایم از این طرف میز باهاتون صحبت بکنم. خب من به عنوان نماینده بند 3 توی جلسه هیئت حل اختلاف شرکت میکنم. یه نکاتی بهش برخوردم که یه جنبندی روش انجام دادم و 4 تا نکته اساسی براش درآوردم که به عنوان شمایی که به عنوان مبدی تو جلسه شرکت میکنین به نظر من اگه رعایت کنین بسیار عالیه. مورد اول در مورد لایه‌های دفاعی. خواهشاً این لایه‌های دفاعی به صورت کامل و جامع و به همراه با مستندات بنویسید. ببینید شما ممکنه تو برگه تشخیصتون موقعی که میرین مبانی تشخیصتون رو بگیرین، مثلا 6 مورد برای شما مالیات حساب کردن به عنوان بندهای جدا. خب شما اگه به 3 تا از این موارد اعتراض دارین، خواهشاً این 3 تا رو به تفکیک بنویسید. به کلیات ننویسید. به تفکیک بنویسید که بند 1 به این علت بر اساس این مستندات، بر اساس این ماده قانونی یا به خاطر این دستورالعمل من بهش اعتراض دارم. و دیگه مسئله مهمش اینه که این موارد رو زمین پیوست بکنیم. اگه به فلان بند اعتراض داریم بر اساس این ماده قانونی، اون ماده قانونی رو پرینت بگیریم زمینش بکنیم. اگه بخشنامه است زمینش بکنیم. دیگه مورد دوم این که شما ممکنه 20 صفحه لایحه بنویسین. خواهشاً در این لایحه‌تون اون مواردی که مهمه بولدش بکنین یا زیرش رو خط‌دار بزنین که اون خواننده بدونه که کدوم قسمت مهمه، کدوم قسمت اهمیت بیشتری داره. دلیل مثلا بر فرض مثال این اعتراضی که داشتین، این مخالفتی که با این بند داشتین، اینا خیلی مهمه که حتما توش قید بشین. و تمام اینا مهمتر، خواهشاً آخر لایحه‌تون یه قسمتی قرار بدین، یه جدولی بذارین، به توش به تفکیک بزنین. مثلا بند 1 سازمان این مبلغ مالیات اینقدر حساب کرده، در صورتی که ما بر اساس مستنداتمون اگه بیاین اینا در حقیقت تعدیل بکنیم مبلغ به اینقدر تغییر پیدا میکنه یا نه اصلا صفر میشه. آخرش جدول عددا رو جمع بزنین، بگین بر اساس محاسبات سازمان امور مالیاتی مالیات من اینقدر شده و بر اساس چیزی که من محاسبه میکنم، بر اساس مستنداتی که من دادم به سازمان میتونه به اینقدر تعدیل پیدا بکنه. این خیلی مهمه. به خاطر چی؟ به خاطر که شما در نظر بگیرید ممکنه تو اون جلسه پیش میاد، حالا ممکنه خیلی کم ولی پیش میاد که یک موردی به توافق میرسن 3 نفر که این مالیات باید کم بشه، باید تعدیل بشه. حالا اونجا فرصت این نیستش که بشینن جمع بزنن با ماشین حساب ببینن مشمول جمع مالیاتش چقدر شده، چقدر باید بشه. اگه شما یه همچین جدول داشته باشین خیلی کمک میکنه به حقیقت اون 3 نفری که اونجا نشستن. نکته بعدی اینه که ببینید من به عنوان نماینده بند 3 قدیم‌ها ممکنه چندین روز قبلش به من اطلاع داده میشد که جلسه هستش و میرفتیم پرونده رو چند روز قبل میتونیم بگیریم و بخونیم. اون تو الان دیگه جدیداً به این صورت نیست. ممکنه شما 24 ساعت قبلش به شما اطلاع بدن که جلسه داریم. وقتی اینکه میگن بحث تبانی اینا پیش نیاد. و به این واسطه من ممکنه 1 ساعت قبلش فرصت داشته باشم که برم پرونده رو بگیرم و مطالعه بکنم. حالا نماینده بند 1 احتمالاً از این وقتش خیلی کمتره. و موقعی که من اونجا در حقیقت میرم برای خوندن اون پرونده، ممکنه پرونده یه پرونده که نیستش که اون روز ممکنه چند تا پرونده با ما ارجاع بشه. این پرونده ها ممکنه 20 صفحه 30 صفحه لایحه باشه. ممکنه من فرصت نکنم تمام این 20 صفحه رو بخوام بخونم. پس چقدر جالبه که شما در نظر بگیرید که یک خلاصه روی این پروندهتون لایحه‌تون بذارید. یه خلاصه 1 صفحه‌ای بذارین که اهم موضوع اختلافتون، مستندات قانونیتون، استدلال‌های قانونیتون توش بذارید و بگید من اینقدر میخوام تعدیل بشه به این عدد برسه. این خلاصه خیلی کمک میکنه به در حقیقت اون نماینده ها که بتونن بفهمن که پرونده چه خبره. حتی این خلاصه رو میتونید بیارین توی جلسه، اونجا ارائه بدین توی جلسه. باز هم خیلی کمک میکنه اگه کسی پرونده رو نخونده اون خلاصه متوجه بشه که اصلا این پرونده به چه صورتی هست و آیا میشه توش ورود کرد، آیا میشه در حقیقت کاری بر این پرونده انجام داد یا نه. از این 2 تا نکته مهمتر نکته سوم بحث دفاع در حقیقت شفاهیه که شما دارین انجام میدین. ببینید شما تو اون جلسه‌ای که میان یه فرصتی دارین، حالا چند دقیقه‌ای که دارین، باید در حقیقت خودتون تو این 2-3 دقیقه اول مشخص بکنین. استدلالاتون باید اینقدر تو این 2-3 دقیقه اول محکم باشه که طرف گوش بده، راغب بشه که بره پرونده رو نگاه کنه ببینه به چه صورتی هست. حالا این چجوری امکان پذیره؟ اینه که شمایی که به عنوان مبدی تو جلسه شرکت میکنین باید اشراف کامل رو پروندهتون داشته باشین. اعداد ارقام کامل بدونین. برای هر مورد نباید برگردین به لایحه‌تون رو بخواید نگاه بکنید که خودتون متوجه بشین ببینید کجای لایحه چی نوشته.
از اینم مهمتر ببینید اون شخصی که به عنوان نماینده بند 1 تو جلسه شرکت میکنه، در حقیقت نماینده سازمانه، این شخص کارش همینه. در حقیقت 365 روز هفته، ممکنه روزی هم روز در حقیقت سال روزی 5-6 تا پرونده هم حداقل داره. پس در این صورت اشراف کامل خیلی موضوعات داره. ممکنه از شما سوال و پاسخ‌های مالیاتی بخواد بکنه. اصلا پرونده شما رو ممکنه یه ماده مالیاتی که مربوط به پرونده نیست از شما بخواد یه توضیحاتی در مورد اون بدین. پس بعد علاوه بر این که اشراف کامل روی پروندهتون داشته باشین، روی قانون مالیات هم باید در حقیقت نظرهایی روش داشته باشین. یکی از دلایلی که میگن از مشاوران مالیاتی استفاده بکنه تو این زمینه که همراهتون باشن توی جلسات، به خاطر همین مسائل. افرادی باشن که آگاهی کامل داشته باشن روی این بحث هایی که داره میشه. و یه نکته خیلی مهم که به کرات در جلسات دیدیم، این که خواهشاً از بحث های اضافه پرهیز کنید. ببینید این که شما بشینید در مورد مشکلات جامعه بحث ندارم، این که من کارگرامو چند ماه حقوق ندادم، من نمیدونم وام فلان دارم، اینا رو من تاثیر میذاره، رو اون اشخاص هم تاثیر میذاره، ولی هیچ کاری برای این نمیکنه که بخوایم در حقیقت ما قلمو بچرخونیم این که مثلا فلان کارو براشون حذف بکنیم، چون امکان پذیر نیست. مستندات قانونی نیاز داره و خواهشاً روی این مسئله خواهید وقت تلف نکنید توی جلسات در مورد این مسائل صحبت کردن. و مورد آخری که به نظر منم تاثیرگذار و خیلی جالبه، بحث آراستگی و پوشش ظاهری. ممکنه به نظر خنده‌دار بیاد ولی واقعا اینطوری نیست. ببینید ما اصلا یه بحث روانشناسی داریم به عنوان اثر برداشت اول یا first impression. اینکه ما توی تأثیری که افراد رو هم دیگه میذارن توی 5 ثانیه و 30 ثانیه اول در حقیقت آشناییشون تاثیر بسیار زیادی رو هم دیگه میذارن که این ذهنیت تا مدت‌ها میمونه. پس این خیلی مهمه. شمایی که تو جلسه دارین شرکت میکنین، حالا چه خانم چه آقا، یه آراستگی ظاهری و پوششی داشته باشین که مناسب این جلسات باشه. مطمئن باشین خیلی تاثیر داره که شخصی که در حقیقت شما وقتی وارد جلسه میشین یه شخص خیلی متشخص و شیک پوش، تاثیرش خیلی بیشتر از اینه که شما به صورت کژوال لباس پوشیدین. دیدیم افرادی، من واقعا دیدم تو جلسات بعضی مواقع افرادی میان جوری شرکت میکنن مثل اینکه مثلا بعد از جلسه با دوستاشون میخوان برن پیکنیک. خب این تاثیر زیاد جالبی نداره. یعنی من فکر میکنم که مثلا حرفایی که داره میزنه شوخی داره میکنه یا مثلا اومده اینجا مزاح انجام بده. پس اینا خواهشاً دقت بکنید و مطمئن باشین نتیجهشو میگیرید. شیک پوشی و شکل ظاهر شما تو جلسات بسیار مهمه و علاوه بر اینکه به خودتون اعتماد به نفس میده، برای طرف مقابلت هم باعث میشه اصلا به زور شما باعث این میشین که من گوش بکنم ببینم واقعا شما چی دارین صحبتی میکنین. اینا 4 تا موردی بود که به نظر من میومد با توجه به تجربه‌ای که تو جلسات پیدا کردم، به نظرم میومد که خیلی کمک میکنه به شما مبدیا که بتونین از حق خودتون به درستی دفاع بکنین. ممنون و متشکرم.